шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори 12. صبا، من آن مردی از دروازه حولی ما برآمده کی بود؟ ملیسه بوده است. لباس ملیسگی نداشت کو؟ آن کس از ملیسه های لباس پوش نبوده است. چه خیلی ملیسه بوده است که لباس نداشته است؟ بیامان این گپ های بیجایت را. ملیسه را در خانه ما چیکار بوده است؟ اصلا او قاتل دامادت را جستجو دارد و باز چی؟ و مرا آگاه کرد که اگر به کودکی در بطنم بوده زیان رسانم در نزد قانون جواب خواهم داد. یا توبه، او از کجا میدانسته است؟ از زبان پدری خدا رحمتی صالح. و این موسفید دیوانه عقلش را خورده است چی؟ نخواد همین یک سخن را تا قاف قیصر آوازه کنی. بیهوده نگوتن که سرحد بسته می شود و زبان بدگویان را نی. مرا از این ترس نیست. خودتان گفتید که ما را چی جای ترس؟ حق و همسایه همه میدانند. من گفتم ها، حق و همسایه دیگر و ملیسه دیگر. میفهمی؟ چرا؟ مقام همسایه و ملیسه را. البته. پس به آن ملیسه چی گفتی؟ حقیقت را گفتم. چه خیل حقیقت را؟ چه خیل به شوهر برآمدنم را؟ تو چی عقلت را خوردی مگر از گفتن حقیقت کس را به عقل حکم میکنند؟ حقیقت را گفتم مگر گفتنی همون حقیقتی تو شرط بود؟ آچه آخر خودت همیشه تاکید میکردی که آدمی در زیر دار هم باید از گفتنی حقیقت سر نپیچد. یا همین سخنان را نگفته بودی؟ هر سخن جای و هر نقطه مقامی دارد. من هم به کوشش دویده با ملیسه راز دل نکردم کو همینش نمیرسید. ملیسه سوال داد و من جواب دادم. درباره آن که $1 که پول قلیم بود چی گفتی؟ چی میگفتم؟ من از کجا دانم؟ آخر همراه ملیسه تو بودی نه من. صباح دید که رنگ روی مادر کند. دلش به حال مادری زار سوخت. او همان شب رو به یاد آورد که مادر برای حمایه‌اش برخاسته بود و قریب بود پدری بی‌رحمش کفشای مادر را پیش پا ماند. آچه جونی آچه، آن چه کاری کردگی بود که تو کردی؟ اکنون آب ریخته رو جمع کرده نمی شود. مگر شرط بود که پدر و مادرت رو به بلا مانی؟ این ملیسه ها هم خدا گفته همین گونه گپ و کلاچه را می جویند. نخواد رحمی داده رو خواهرکانت نخوری. پدر و مادرت را سود کردن، به تو چی می رسد؟ چرا شما رسول میکردند؟ برای آن که تو هنوز 30 سالت نرسیده است و ما به عوض آن $10,000 تو را به شوهر دادیم. مگر برای همین کار هم سود میکنن؟ خود را به نادانی زده گفت دختر. البته من ندانستم. و این مردی به خانه آمده را در آمدن نمیماندی. میگفتی مادرم نیست، چون بیاید پس به خانه بیاید. من از کجا میدانستم که او ملیسه است؟ ملیسه بود یا نه؟ چی فرق داشت؟ در شام در آمدن مردی بیگانه در خانه‌ای که دختری قدر است تنهاست خوب نیست. صباحت فهمید که مادرش به غضب آمده است. از غضب مادر دیده غضب سخت‌تر نیست. خوانده بود در کجای. بهری به احتمال آوردن موضوع صحبت او را لازم بود که مادر را آرام سازد. باشه جان، نخواد گمان سازی که من با مردی بیگانه راز دل افشا سازم. گفتی وای ملیسه بود کو؟ ملیسه هم باشد، من راز دلم را هرگز به کسی افشا نخواهم کرد. نخواد گمان سازی که دخترت عقلش را خورده باشد. پس به او چی گفتی؟ گفتم که با امر دل با صالح جلیل عشق ورزی کردم و در بطنم از او فرزند دارم. ملیسه به سخنانت باور کرد؟ باور کرد یا نه؟ چه فرق دارد؟ از دو سر مرا برای عشق ورزی هم سود نمی‌کنند. کجا بودند آنها تا این وقت؟ چرا مردی زنگی را برای دو زنگیش به محکمه نکشیدند؟ نسبت به من باشد قانون دست کوتاه است. این خیل نگو بچم. طویله دولت دراز است. اگر آنها خواهند موی رو از خمیر جدا میکنند. باز همسایه ها هستند. برای به محکمه کشیدن من و پدرت شاهدی همون کمپری مستوره بس است. کمپری مستوره رو به ما چیکار است؟ چرا خاموش شدید؟ چی گویم درباره مستوره؟ هرچند خودم از او بدی ندیدم، ولی از مشمش مردم میدانم که مستوره زمان ملیسه بوده است و نسبت به بعضی ملیسه های حاضره او بیشتر در حمایه قانون است. خواطر نشو آچه جان، به عریضه من کاری کرده نمی شود.
در حقیقت مو را از خمیر جدا کردن در زمانی در قید حیات بودن دامادتان آسانتر بود، ولی حالا این کار غیر امکان است. چه خیلی؟ اگر دامادتان همین شب روز زنده می بود، خودی قانون ناوابسته از عریضه من به دفاعم میخواست. در آن صورت از بالای دامادتان پرونده جنایی میکشادم. البته او نیز بهر دفاع خویش گناه را به گردن شما بار کردنی میشد. میگفت که $10,000 دادم. در آن صورت شما داده جانم برای گرفتن قلین و دامادتان را برای دادن قلین و ازدواج به دختری نابالغ و همچون دوزنگی به محکمه میکشیدند. یعنی در فراق شما اگر یک ماده کادکس جنایتی آب و ادا شده باشد، در فراق خدا رحمتی دامادتان 3 ماده کادکس مذکور آب چشم میریزند. گوش کن، همه این را تو از کجا فهمیدی؟ پولبار جنگلده شورپا. نه به شوخی میگم، طرزی گپ میزنی که به واسطه شهنازه. تو از شهنازه پرسیدی و شهنازه از مادرش. همین خیلی آچه جان. آچه جان، در آینه نیلگون درباره یزده هم گپ زده ایستادن. از خانه بیرون شده گفت دادره که صباحت سفر که در صنف 5 میخوان. چه خیل درباره یزده هیچ چیز را نفهمیده پرسید مادر. چه خیل در اخبار کریمینالی؟ ولی شنیدن اخبار کریمینالی به مادر و دختر مؤثر نگشت. وقتی که آنها وارد خانه شدند، دکتر در دیگر موضوع سخن میگفت. صباحت سری تقدیر خویش اندیشه داشت. از آنچه که ملیسا نیز دردی او را حس کرد، فهمید که دنیا با آدمان نیک پایدار است. سری دسترخوان ساربانی حامد باز از نجیب یاد کرد. خواطر نشد تا آغاز خانش باز 1 روز وقت هست. شوهر را آرام کردنی شد امیده. یک روز گفته میشینی 1-2 روز پیشتر می آمد آسمان به زمین آمده می رسید. امیده می فهمید که تا به کدام درجه نجیب در دل ساربانی حامد مسکن گرفته است و بهر کمی هم آرام کردن خاطر شوهر از جای برخسته فیته را که در بالایش سرودهای نجیب نوشته شده بود به ویدیو گذاشته تگمچه را زیر کرد. تنظیمگر تلویزیون تاجیک اسکندر سید که همراه او بار بدیهه رفته بود، بهرش سرودهای سرایده نجیب را به نوار گرفت. اسکندر وظیفه هم کارگردان و هم نواربردار را اجرا کرد و تا به اندازه از نقطه نظری غیر متخصص ساربانی حامد و کامیابی نایل گشته بود. در آینه نیلگون از دور قطارکوهای حضرت خاشمیرگن نمودار گشته آمده به شرشره زیبای دره میلا تماشابین را مفتون می‌گردانید. سپس سبزه و سیبرگاه‌های لب جوی، پیراهه‌های باریک کوهستان، سیر و گشت کودکان که آنها را شناخته نمی‌شد در طبیعت نهایت زیبا روی نوار بود. دیگر کنه ولی ساربانی حامد کی بودن آن کودکان را که اسکندر از روی تخیلات خشت نوار برداری کرده بود می‌دانست. در مابین جامی، در پهلوی راستش نوشین و در پهلوی چپش فروغ، در سر دست نوشین شکری خدا و قبل همه کمانده خاندان. ولی چرا اسکندر آنها را به تماشابین نشان دادن خواسته است اون نفهمید. شاید نوار بردار در کسب خویش ورزیده بود، ولی ساربان سری همین لحظه نوار با همسرش بحث میکرد و آن لحظه را ناموافق میحسابید. نه، بسیار موافق آمده است. به حمایه نواربردار میگفت امیده. نهایت از بین علفها سیمای پیدا شد و نواربردار او را با یک مهارت خاص آهسته آهسته پیش آورد و باز او را در یک میجه زدن تا به بالای کوهی بزرگ حضرت خاشمیرگن بود. باز همان سیما نزدیک آمد و پهلوی درخت سیبی که سراسر بار آورده بود ایستاده با آواز مرغوله‌دار خویش دقتی بیننده را به سوی خویش میکشید. در عالم اعجاز، در گردش و پرواز، سرلشکر و سرباز، در دیده من جمله به مانند هلال، در پرتو خورشید ندیدم کمال. ساربان سراپا مفتون آواز نجیب گشته بود که ناخواست تلفن زنگ زد و او دل بیدلان گوشک را برداشته، سپس پولت را به دست گرفته تگمچه دیگری آن را پخش کرد. در موضع خشککدره ناحیه گلاباد جسدی صالح جلیل یافت شد. پرکراتور این ناحیه گلاباد از روی همین مسئله پرونده جنایی آغاز نموده است. تفتیشات دوام دارد. خوش شنیدی؟ قریب خیر فیض‌الله فخارکشف را دیدی؟ با صباحتی محمد وا خوردی؟
ها رفیق پادپالکونیک، عجیب که شما از کجا زنگ میزنید؟ از کجا میشد؟ از گلاباد. امروز در گلاباد استانسی تلفنی دمه را وصل کردند که با سپوتنیک پیوست شده و چون اخبار کریمینالی سر شد به خودت زنگ زدم. افسوس که خودت همش رو نشونیدی. مهمش رو شنیدم. فردا به دوام کارهای جستجویی آغاز میکنم. امیدم به شما رفیق کاپیتان. گویان صاحبش گوشک را به جایش گذاشت. صدای گودگودی تلفن او را به خود آورد و باز تگمشه دیگری پلس را پخش کرد و چون نجیب روی نوار آمد او باز گوش به سرودی برادر داد. کی بود؟ نهایت پرسید امیده. حمید جاوید، سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد. انسانی نهایت حلیم و مهربان. چونان گپ میزنی که شنونده گمان میکند که نیتی به گلاباد رفتن داری. یار اهل باشد کار سهل است گفتن. با انسان چون حمید جاوید کار کردن شرف است. نه جان شیرین، این فکر را از سر دور کن. به من و رسول همین شهر معقول تر. کوشش نما که در جای کاری اساسیت باشی. این همه کوه به کوه دشت به دشت گشتنت به جان من زد. 2 هفته باز در خانه نبودی و باز دلت به کدام یک گلاباد کشال. اندیشه های خام را از سر دور کن. بارها به تو گفتم که ملیسه این کالخوز نه، بلکه مقاماتی قدرتی است با انتظام آهنین. من حق ندارم که همچون شخص حربی از سپارش سرکشی نمایم. آتشی نشو. گمان داره که به من آسان است روزی دراز در خانه چون زندانی یا شما مردهای حربی را به عائله که خود بنیاد جامعه است کاری نیست؟ برعکس ما را هر روز در این باره گوشرس می سازند که نسبت به بانوان خویش با احترام باشیم. احترامش همین است که برای کمی آزار به سر همسرت تیغ و تبر برکشی. چون از کو پاسخ آمد و از شوهر نه، امیده رسول را گرفته به خانه خوابش برد. برابری از حجره برآمدن همسر، ساربان حامد سری داد و گریست و صحبت‌های روزی سپری شده به اندیشه رفت. و همه روزه به تحلیل کار خویش می پرداخت و سبب نارسایی کار خویش را جویا می شد. تحلیل این سیری موفقیت‌های کارش بود. او پیش از همه فیض‌الله و خارکشف را که در زندانی گشتن خود صالح جلیل را گناهکار می دانستند پیش نظر آورد. چون مرد چون کاری نیکی به انجام دهد از خود بیند و بد کند از مردم. آخر صالح آنها را پیش افتمد برای صادر کردن جنایت نبرده است که آدم را از تمام مخلوقات عالم با عقل شناختند. پس این 2 نفری که امروز حرف از بیگناهی خیش زدن در همان وقت عقلشان در کجا بوده است؟ هر آنچه که صباحتی محمود گفت مطلقا به عقل راست نمی آمد. ولی دیگر جای بحث و ما و من نبود. پیرزن همسایه حقیقت حال را گفته است. چون گناهکار اساسی حالا منزل خاموشان اختیار کرده بود، دیگر چه هم می توانست از بالای والدین دختر شکایت آرد. دل چون غنچه نازک دختر که امروز گل شکسته را میماند مالامال درد بود، ولی به گمان بود از بالای والدینش به جای عرض برد. کاپیتان ملیسه در آن عقیده بود که به خاطر طفلی در بطن صباحت بوده میسد دختر را به حال خویش گذاشت تا او را عذاب روحی برگذاشتن قدم ناجای تقاضا نکند. او با صحبت خود را با فیض‌الله به یاد آورد. هر آنچه که قمر ویساویچ گفت تا جای درست است. افتماشین والو 4 سال پیش مال شخصی خواجه و لیلی انور آمده بوده است و او 2 سال پیش آن را فروخته است. پس کی و چی کاره است لیلی انور آمده؟ او نمیداند. خود فرد از پی معین نمودن شخصیتی وی برآمدن لازم است. افسوس که در آینه نیلگون رسم صالح جلیل را نشان ندادند و خواهش نکردند شخصانی که درباره او معلومات دارند به ملیسه محل زیستشان یا به تلفن 02 مراجعت نمایند. به هر حال او با خود رسم 2-3 سال پیش گرفته مقتول را آورده است و آن را به حق و همسایه های لیلی نشان خواهد داد. اگر در عمل دختر را با او یگان کس دیده باشد کار رنگ دیگر خواهد گرفت. جای همه شخصانی در نوار بوده را سیمای همین مفتش گرفت که به سخنان عیبدار شوند فیض‌الله گوش نداده نشان داد او را صرف نظر کرده است. خودت که به حمایه صباحتی محمد خیستی، همان مفتش هم مثل خودت. شما هر دو زواله یک خمیرید. ندا آمد از قلبش. او به حمایه حفظ خیش نکوشید. به دفاع صباحت هم خیستنی نیست، ولی چون یگان نوگ گره در آن نمی بیند همه دو و تاز را به نتیجه می حسابد. نظمی داند که صباحت قربانی 2 زخمه شده است و نمی تواند از روی والدین شکایت برد. با همین فکر و خیال
او تلویزیون را خاموش کرده به خانه خواب رفت. سمندر را امشب خواب نبرد. او از خیمه بیرون جای خواب خش پرتافته تا دمیدنی صبح چشم از آسمان پرستاره نکند. دیروز شادی لایق از دهه برگشت و بهرش سوغای آورد. سوغا هم عادی نبود و هر که آن را به دست می گرفت وجودش می لرزید. سمندر دعوتنامه را از دست شادی لایق گرفته فهمید که او را با سری همان حادثه جغ زدند. او از آن می ترسید که رفت در ملیسه او را چون گمانبر به جنایت حبس نکنند. بیچاره سمندر از کجا می دانست که سردار شعبه کارهای داخلی حمید جاوید بعد بازگشت از ریاست ولایتی همه را سری پا خیزانیده است. زیر دستانی او باشند حالنامه همه شخصانی در زیر نظارت بوده را ورقگردان نموده هنگام سنجش حالتهای کار را از روی نقش در اساس جنایت‌های پیش صادر کرده شده به انابت گرفته به مقام گمانبر شده در حادثه در موضع خشکک دره صادر شده او را با سبب‌های یکم بنابر به انجام رسانیدن عملیات توسط اکسو، دوم شخصی که برای گم نمودن چنین نمودی یراق به جوابگری جنایی کشیده شده است، سوم در جای حادثه پیدا شوی شخصی که زمان یراقش را گم کرده است غالبی آزمون اعلان نمودند. نه، سمندری رحیم حالا در این باره چیزی نمیدانست و فهمید که ملیسه به او چون گاوی علا نگاه میکند. او بیگاهی وقتی از دست سرچوپان آن دعوتنامه ملیسه را گرفت گمان کرد که دستش سوخت. سرچوپان حتی تغییراتی را در قیافه او دیده دلبرداری کرد که هیچ گپ نیست. انا مرا هم جیغ زده پرسیدند، بعد جوابم دادند. سرچوپان این دفعه دروغ گفت به خاطر آنکه سمندر آسوده باشد، ولی دل چوپان خواطر بود از آنکه شادی لایق را جواب دادند. برای او کشفیاتی هم نبود چون که شادی هیچگاه با ملیسه سر و کار نداشته است. جیغ زدند و پرسیدند و جواب دادند. چیش نافهمه؟ آیا شادی میفهمیده باشد که بین خودش و سمندر برای ملیسه تفاوتی زیادی دارد و این تفاوت را کدام از همیراخانی خدا بخبرش بهر او که در تلاش جان دیگری بود مهیا نمود؟ بعد سیرون شبانه سر و روی چوپان را که از خیمه بیرون بهر خش رخت خواب گسترده بود پلماسیده او را هر زمان هوشیار می‌ساخت تا از تماشای کیهان و ستاره های در آن شنا کننده که به چشم بیننده نور میپاشید حلاوت برد. سمندر در آسمان پرستاره ستاره خش جست و آن را نیز پیدا کرد. دورتر از ستاره کهکشان دو ستاره پهلوی هم شنا داشتند و یکی از آنها را سمندر هفته پیش ستاره خش نامید. دیگرش را بهر شیرین انتخاب نمود. امشب باشد هر دو ستاره را خیلی جویا شد و تنها قریبی های دمیدنی صبح آنها را دریافت. ستاره خش و ستاره شیرین را که هر دو پهلوی هم در فضای بیکران از گل ستاره های دیگر جدا شنا داشتند. او چشم از ستاره شیرین نمیکند و از آنچه که ستاره عروض شوندهش از ستاره خودش میل دوری جستن نداشت دلش کمی هم باشد آسوده شد و این را برای خود فال نیک پنداشت. رفت اگر فردا مرا همچون گمانبر به جرم دست داشتنم در جنایت موقتا در ملیسه نگاه دارن چی؟ خدای همان عذاب‌های 3 ساله هم کم بود که باز چنین یک جنایت مدهش را در تگی بینی ما صادر نمودند. چون آوازه به گوش شیرین رود که مرا حبس نمودند چی می گفته باشد؟ هرچند در موضع خشکک دره در این شب آخری ماه اوگوست نه بانگی اذان بود و نه آواز مرغان، ولی تا رفت خیره‌تر شدن نور ستاره ها این مژده از فرارسی صبح صادق بود. این دفعه ستاره شیرین از او دور شدن گرفت و ستاره خودش نیز از قفای او رفته نهایت از چشم سمندر پنهان شدند. دل جوانمرد ته کشید. گمان کرد که خود شیرین زیبا که هنوز آرزوی وصالش دارد و به وصالش نرسیده او را ترک گفت. سمندر از باد سیرون پگاهی خنک خورده چکمند را بالاتر تا سر کتفانش کشید، ولی نگاه خش را از آسمان نکند تا آن زمانی که صبح صادق فرا رسید و در آسمان ستاره نماند. رمه نیز از دمیدن صبح با خبر شد، مگر که برخاسته به چرا مشغول شد. سمندر نیز از جای برخاسته عصایش را به دست گرفت و از قفای رمه رفت.
دیروز بگاهی سرچوپان به سمندر رخصت داد که به خانه رود و شب همراه والدینش ایستاده روز دیگر ساعت 14:30 در ملیسه حاضر شود. در دعوانامه نیز همین ساعت گفتگی سرچوپان نشان داده شده بود. سمندر در آن لحظه همه را در میزان عقل برکشید و فهمید که چون به خانه رود پدر و مادرش از احوال او خبردار شده خون جگر شوند. بهترش فردا پس از چرا آمدن رمه و خانه می رود و شب در خانه ششته صبح دیگر بر می گردد. حالا تا به ملیسه رفتن 8-9 ساعت وقت بود و سمندر از قفای رمه رفت. برچه و بزغاله ها با معاص و ولوله گوش فلک می دریدند. سگ‌های چوپانی نیز هر کدام در یک سمت معین از قفای رمه بودند و با اکک خود رمه را به آرامی دعوت می کردند. اکک آنها شاید معنی آرام و آسوده باشد. ما محافظان شما سر به کشتن می دهیم و شما را به دشمن نه را داشت. سگ اسم دوست داشته سمندر ارمن الک در سر یال برآمده بود و چوپان اکنون دلپور گشت که در آن طرف یال دشمن بحری رمه نیست. ناخواست از طرف شاخهای قطارکوهای قسم شمالی گلاباد سیلی پرندگانی که حسابشان غیر امکان بود از بالای سری سمندر گذشته با پر و بال زنان به طرف جنوب شاید از پی رزق و روزی خیش رفتند. رخش که شادی لایق شبانه به پهلوی خیمه چوپانی آورده بودش سمندر را دیده شیهه کشید. در این شیهه چقدر درد و الم و یا شادی نهان بود سمندر نفهمید، ولی به اختیار به طرف اسب حرکت کرده بند او را یک جا با گلمیخ از زمین کشیده گرفت. رخش این مهربانی های چوپان را دیده باز شیهه زد و به طرف سمندر نگریسته سر و یال خش جنباندن گرفت و آهسته آهسته به وی نزدیک شد. چوپان با پنجه های شخشولش سر و یال اسب را شانه زد و تنها بعد این رخش را اتک کرده از قفای رمه به طرف مرغزار پایانی دره حرکت کرد. نهایت چوپان رخش را در موضع درستری که پای رمه تا هنوز از بالایش نگذشته بود طویله نموده خود به طرف مقابل دره گذشته به طرف یال به آن جایی که ارمن سری خیش را بالای دستانش گذاشته دراز کشیده بود حرکت کرد. عموما از روز اولی به رمه آمدن سمندر ارمن را دوست داشت. سکم در یک نگاه کی چی بودن چوپان را فهمیده و او اونس گرفت. ارمن نهایت سگ زیبا بود. سیاه بوده، دست و پایهایش از زانو پایان یک جا به تگ شکمش و دومی درازش سفید بوده. در بالای چشمانش باز 2 خالی سفید داشت که شادی بعضن او را 4 چشمه هم می گفت. سمندر تا کنون سگی را چنین زیبا ندیده بود. با همین زیباگویی و پهلوان جوستگی ارمن هر یک اشاره صاحبانش را اجرا می کرد و خاموش سرش را بالای دستانش گذاشته می ایستاد. اگر سمندر امکان می داشت ارمن را هنگام عکازنیش به نوار می گرفت. آواز ارمن نهایت غوث بود که شبانه به گوش شنونده دهشت زیر می کرد. باره سگجلابان آواز او را شنیده از شهر برای خریدش آمدند، ولی شادی آن را حتی با مبلغی کلان هم نفروخت. سمندری رحیم از بالای یال به سمت گلاباد نگریست. تا گلاباد مسافه کم هم نبود و به جز قطارکوهای اطراف گلاباد که از یادداشت سمندر بالایشان برفپوش بود دیگر چیزی را اون ندید. محزمان قله های برفپوش چون پیری خرد راهنمای مردم این دیار بودند. دیگر در یگان گوشه تاجیکستان به گمان بود چنین قله های برفپوش را دیدند. عموما گلاباد این ذخیره آب تاجیکستان بود، ولی مردمش چند سال باز در فصل زمستان به برق شبهای تارا روز می‌کردند. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربانова. انجام گفتار 12 دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.